سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال 1001 شب. امروز قراره با هم یکی از عجیب ترین و ترسناک ترین داستان‌های واقعی تاریخ رو بررسی کنیم. داستان خونه جن‌زده آمیتیویل. داستانی که در کنار وحشت و رمز و راز حوادث خیلی عجیبی رو در دل خودش داره. پس اگه دوست دارید بیشتر بدونید تا آخرین ویدیو همراه من باشید. ماجرا از یه شب پاییزی تو سال 1974 میلادی شروع میشه. یه خانواده به اسم دفئو توی یه خونه بزرگ تو محله آروم آمیتیویل نیویورک زندگی میکردند. خونهشون بزرگ و ویلایی بود با یه نمای جذاب که آدم حس میکرد توش پر از آرامشه، ولی این فقط ظاهر قضیه بود. توی یکی از شب‌ها رونالد دفئو، پسر 23 ساله خانواده، توی یه حرکت دیوانه‌وار تفنگش رو برداشت و پدر و مادر و خواهر برادرش رو کشت. 6 نفر توی یک شب به قتل رسیدن. وقتی پلیس دستگیرش کرد، اون فقط میگفت منو مجبور کردن. صداهایی تو خونه میگفتن که باید این کار رو انجام بدم. این ماجرا تا همین جام وحشتناکه، ولی این تازه شروع داستانه. بعد از این وقایع 1 سال بعد یه خانواده دیگه به اسم لوتس اون خونه رو میخرن. قیمت اون خونه خیلی ارزون بود چون همه از قتل‌هایی که اونجا اتفاق افتاده بود خبر داشتن. ولی خانواده لوتس میگفتن بی خیال، گذشته ها گذشته. اونا خیلی خوشحال اسباب کشی کردن و با اون خونه نقل و مکان کردن، ولی فقط تونستن 28 روز تو اون خونه دوام بیارن، چون اتفاقهایی که تو اون مدت افتاد مستقیم از کابوسای شبانه بیرون اومده بود. نصف شب در و پنجره خود به خود باز و بسته می شدن، انگار کسی داشت وارد خونه می شد. بچه کوچیکشون گفت که یه دوست خیالی داره. وقتی ازش پرسیدن که کیه، گفت یه خوک بزرگ با چشای قرمز، اون همیشه شبا تو اتاقم میشینه. از دیوارای خونه خون میچکید، یه مایه قرمز لزج که از سقف و دیوارا میریخت پایین و همیشه صدای جیغ و گریه آدم زیر زمین شنیده میشد. یک شب پدر خانواده‌ام خواب میبینه که تمام اعضای خانواده‌اش رو کشته. اوضاع اونقدر ترسناک پیش رفت که خانواده لوتس یه شب وسایلشون رو ول کردن و با لباس خواب از خونه فرار کردن. حتی ماشینم با خودشون نبردن. این خونه بعدها یکی از معروف‌ترین خونه‌های جن‌زده جهان شد. کلی فیلم و کتاب دربارش ساختن. هر کی که تو اون خونه زندگی کرده میگه یه انرژی عجیب و ترسناک توش هست. جالب اینجاست که هیچ وقت ثابت نشد دلیل این اتفاقات چی بود. معروف‌ترین کتاب‌ها و فیلم‌هایی که در مورد این داستان نوشته شده میشه به خونه جن‌زده آمیتیویل، یک داستان واقعی، نویسنده جی آنسون اشاره کرد. از مهمترین فیلم‌هایی که در مورد این داستان ساخته شده میشه به خونه جن‌زده آمیتیویل به کارگردانی استیو فردیکین در سال 1979 یا به فیلم آمیتیویل بیداری که در سال 2017 به کارگردانی فرانک سالی ساخته شده اشاره کرد. خب دوستان، امیدوارم این داستان ترسناک براتون جذاب بوده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد فراموش نکنید که لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید تا هیچ کدوم از داستان‌های جذاب و هیجان انگیز رو از دست ندید. یادتون باشه که دکمه زنگوله رو بزنید تا هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم سریعا با خبر بشید. ممنون که با من بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.